شکر باشد. حضرت پیغمبر در حدیث مبارکشان للانسان 360 مفصلا، برای انسان 360 پیوند است گفته است. هر وقت سحری بیدار شد همین 360 پیوند از پر تا قدم همه صحت و سلامت است. در یک حدیث گفته است فعل الدنیا العفا، دنیا را پول بگذاره دیگه، پروای دنیا نکنه دیگه. دیگه حدیث علی الدنیا العفا، غم دنیا نخوره دیگه. 360 پیوند درست سالم سلامت، چشم بینا، گوش و شنوا، زبان گویا، پا روا، دست گیرا، 360 پیوند همه درست سالم، بر دنیا عفا در یک حدیث گفته است. در یک حدیث دیگه گفته است که بر هر یک پیوندش شکرگزاری کردن در گردن بنده واجب شد. واجب شد. انا بعد گفت کل تحمیدتین، کل تکبیرتین، کل تحلیلتین، کل تسبیحتین صدقه، کل تحمیدتین صدقه، کل تحلیلتین صدقه، هر سبحان الله صدقه، هر الحمدلله صدقه، هر لا اله الا الله محمد رسول الله صدقه، بهترین صدقه لا اله الا الله محمد رسول الله، کل تکبیرتین صدقه، هر یک الله اکبر گفتن صدقه. در همون 360 پیوندش صدقات کردن در گردنش واجب شد. برای سالم سلامت دست شل نشد، چلیکا معیوب نشدن، گوش چشم زبان و اعضا و جسد برجاست. همه را باید که 360 شکر به درگاه خداوند. بیمار پرسیدن اینم صدقه، مردی را بار شده پشتش برداشتن اینم صدقه، اسب یا عربه یا این یک سواره را از لای یا که از آب یا از سیل گذراندن یا پشتاره یا به دست یاری اینم صدقه، یا به عقل به راهنمایی اینم صدقه. لکن پیغمبر گفتن اگر 2 رکعت صلات ضحی، اگر 2 رکعت نماز سر آفتاب اشراق، اگر نماز سر آفتاب بخونه از همه 360 پیوندش گویا شکرگزاری را در درگاه خداوند جل جلاله ادا کرده است. این اندیشه کنه که 20 30 و 40 و 50 60 70 و 80 کی نماز اشراق میخونه؟ 360 پیوند گویا شکرگزاری. شکرگزاری معناش چیه؟ معناش آن که همون چیزا را ای خدا خرید که معیوبم نکو، کورم نکو، کرم نکو، شلم نکو، چلاقم نکو، معیوب و جاگهیم نکو. شکرگزاری معناش انمی شکر که بجا آورد گویا که با معفو شدن، با همه اعضاها در عوف خدا غلطیدن. از شکر زیاده، ناشکر زخر پیاده. انا شکرگزاری معناش. استعیذ بالله. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. ای فرزندان داوود. آیت قرآن. حضرت داوود علیه السلام پدر حضرت سلیمان علیه السلام، پدر پیغمبر، پسر پیغمبر. آیه قرآنی، قصه قرآنی در شأنشان. حضرت داوود فرمان کرد خدا ای فرزندان داوودی شکر را عمل کنید. اعملوا آل داوود شکرا. مفسرین میگویند چرا عمل را اول آورد؟ عمل را آورد برای که با یک زبان تنها شکر ادا نمی شود. همچنان پیغمبر شکر را به قلب وابسته کرد، به دل. اگر دل شکرگزار باشد 360 پیوند در شکر خدا می گردند. اگر دل شکرگزار نباشد این 360 پیوند مفصل در شکر آمدنش دشوار می شود. شاید زبان شکر بگه دیگه اعضاهاش شکر نگویند. اعملو گفت عمل کنید ای فرزندان اهل خانواده داوود شکر را. به عمل تأکید کرد، عمل آورد که در عمل شکر را انجام بدهید، که شکر کردن عمل است. یعنی او را و قلیل من عبادی الشکور. خاتمه آیت قرآنی خداوند خبرداد داد، به علم قدیمش خبر داد که بسیار اندک است، بسیار کم هستند، بسیار اندک هستند بندگان شکرگزار ما. و قلیل من عبادی الشکور. اندک است از بندگان من شکرگزار. یعنی بنده شکرگزاری بسیار از دست بنده شکرگزاری کم به جای می آید. نباره همین شکرگزاری کردن در کار، ای تنی صحت، ای عمر نازنین، ای جوانا، ای بلا و مصیبت و ای شکنجه بر سر فرزند آدم از مشرق تا به مغرب، از جنوب تا به شمال آمد. هزارها میلیونها شربت مرگ، چی جوان، چی پهلوان، چی دارا، چی نادارا، چی ثروتمند، چی بی ثروت، چی غنی، چی فقیر، چی مسکین، چه منصبدار، چه بی منصب، چه زن، چه مرد، چه پیر، چه جوان،
هزارها در پیش چشمان سفر قیامت کردن. انا از طلا و نقرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت زبان در ذکر داشته باشید و قلب در شکر داشته باشید. بعض قصه تعجیبی بیارن که مرد گرد خانه کعبه طواف میکرد همون یک کلمه را تکرار میکرد. یک مرد خدای دیگه مسلمان گفت اینجا در هر یک پیچ خانه کعبه تکبیر است، الله اکبر است، تسبیح است، سبحان الله است، الحمدلله است، دعا است، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار است. او دعاش که اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل. ایمو کم آدمای کمن ایمو بگردانم، ایمو آدمای کمن از جمله همو و در صنف کم ها بگذارم. این چی دعاهایی گفته میکنی؟ با طریق سنت و شریعت دعا نکرده ایشه. اینجا سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر در هر یک پیچ، لا اله الا الله محمد رسول الله در هر یک پیچ سنگک مقدره باشه. اگر بوسه کنی مقدره نباشه برای بوسه کردن دستات بشکی در وارد بشکی. اگر استلام کنی اگر دستات شکیده نشوه یگان مقصد کلاه های ردای های عصای های پاک و پاکیزه همون را بشکی در همون سنگ همون را بوسه کنی در وارد بشکی. ایتا همین گفت که من یک آیتی را در قرآن دیدم و قلیل من عبادی الشکور. من میگم از امو اندکی که خدا در قرآن گفت که اندک بندگان من شکرگزارن، از امو شکرگزارا بگردانم. من از امو شکرگزارا. ما در بعض کتابا دیدیم یک انسان 99 یا 100 بار با یک روایت 90 بار حج کردن. ممکن از 100 عمرشان خیلی بالا باشن. میگه در 90 بار حج کردگی هر وقت حج میکردم دعای شکر، نماز شکر، سجده شکر بجا می آوردم، خدا را دعا میکردم اللهم لا تجعل هذا آخر عهدی. این یک کلام عربی ای، افادهش همی که همی اخیرون بار نباشه خدایا، با بیاریم خدایا. 90 بار حج کردم میگه دعاش همی خیل بود. با بار آخران دعا نکرد در سیر میگه از غیب ندا و فریاد آمده بنده ای من تو دعا نمیکنی دعای عادتی هر وقت هر سال را. گفت خدایا شرمم همه آیت که ترا دایم من دعا مینم که آخران عهد نباشه با بیاریم. گفت نه ما خیلی بنده های را دوست میداریم که به خانه خودمون به مهمانی میاریم. 90 سال حج کردن. حضرت بابای آدم علیه السلام به یک روایت 40 بار یا 60 بار پای پیاده از سرزمین هندوستان از جزیره سرندب به یک روایت خانه کعبه را زیارت آمدن پای پیاده. این قدر مشقت برادر عزیز مهر، این قدر نعمت حاضر فراوانی نعمت اندازش بالا های. شکرگزاری خانه کعبه حج کردن است، عمره کردن است، زیارت کردن است، طواف کردن است، هر چیزی که مقدره و قدرت هست. از مدینه منوره حضرت عمر رضی الله عنه میگوید من اراده حج عمره کردم، پیغمبر را دعا پرسیدم، ودا کردم. حضرت پیغمبر خطاب کرد یا عمر لا تنسانی فی دعایک، ای عمر در دعات من فراموش نکنی. گفته من میگه بسیار گریشتم به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عمر کیست که داشتن؟ گفت نه اونجا جای اجابت دعاهای، اونجا من فراموش نکنی در دعات. پیغمبر رحمت للعالمین همراه جبرائیل امین با خدا هم صحبت از عمر رضی الله عنه دعا پرسیدند. آن برای همین قلب شاکر داشتن در کار، یا مرد بودن در کار یا در خدمت مرد شدن در کار تا جوان مرد شوه انسان. که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش یک روایت هست که جوان مردان را خداوند دوست می‌دارد. یک روایت امی جوان مردان را بعضی محدثا و استادای حدیث گفتن کسانی که مال متاع دنیا و قوت توان داشتن در راه خدا، در راه رضای خدا بر بندگان خدا دریغ نمی‌دارند. یک روایت دیگر گفتن که مراد از جوان مردان اگر اینا را بگیم خیلی آدمای کم میشوند. جوان مردان کسانی که شکری هر یک نعمت همت کنن. انا میرا جوان مرد خواه 100 ساله باشه، خواه 10 ساله باشه، خواه زیاد و خواه کم باشه، خواه بالا و خواه بلند باشه. انا قلب شاکر داشتن، دل شکرگزار داشتن برای حضرت خداوند، دل شکرگزار داشتن. دل به دست آور که حجی اکبر است از هزاران کعبه یک دل بیشتر است.
دل نظرگاهی جلیلی اکبر است، کعبه بنیادی خلیلی آذر است. که خانه کعبه را حضرت ابراهیم خلیل با فرزندای صالحش آباد کردن، عمارت کردن. نیکی ای دل خداوند آباد کرده است، عمارت کرده است. دل به دست آوردن در کار. انا قلب شاکر، دل شکرگزار داشتن. خیر و در خیر جمع کن و بارک لهما و لجمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم و خجسته بگردان معیشتشان را و مبارک بگردان معیشت زندگانیشان را و از جمیع بلا و آفت شکنجه نگهبان جمله امت محمد صلی الله علیه و سلم و اهل کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله. سرزمین مانا، ملت مانا، وطن مانا خدایا و تمام اهل این وطن را و تمام بلاد مسلمان نشین و اهل کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله را در امان و عصمتت از بلا و شکنجه زمینی و آسمانی خدایا نگهبان باش. سرزمین مانا، ملت و مردم مانا خدایا نگهبان باش. پروردگارا تمام فرزندای بابای آدم از هلاکت و از وبای آخر زمان، از درد علتی بی تبابت و بی انتها وزمین و گران نگهبان باش. خدایا پروردگار از این جمعیت هر که را مراد است، مقصود است، حاجات است، مشکل است، از مشکلات دین و دنیا برآورده خیر بگردان. تمام بلاد عالم خدایا در امنیت و آرامی و خاطر جمعی، بلاها و آفتها و شکنجه های مالی و معنوی و دینی و دنیوی را از بالای اهل کلمت، از بالای این سرزمین و جمیع بلاد عالم نگهبان باش. خدایا پادشاهان یهودیت، نصرانیت، پادشاهان جهانگیر را خدایا هدایتشان کن. سرزمیناشان را در امنیت و آرامی و برکات قرار بده خدایا به فضل کرمت، که سبب رحم شفقتشان بر رعیت، بر خلقهاشان که در جمیع بلاد عالم الحمدلله اهل ایمان و اهل اسلام وجود دارند و در جمیع اهل عالم خدایا مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات خواه برای طلب علم، خواه برای طلب کسب، خواه برای طلب دین سکونت دارند و تأهل دارند و زندگانی دارند. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ارحمنا بدینک و شریعتک، اللهم ارحمنا بنبیک الکریم محمد رحمة للعالمین و جمیع امته فی العالمین و بارک لأهل الصدقات والإحسان و صلی اللهم على خیرة خلقک و نور عرشک و آله و صحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا آخر زمان از فتنه‌گران، از ظلم ظالمان، از همسایگان و دوستان و همکفان و رفیقان بد و بدگمان در حفظ امان پروردگارا اهل مومنان را از مرگ مفاجع، از تهمت ناگهان، از بلاهای آخر زمان، از تشریع آخر زمان در حفظ امان خودت نگهبان باش. اهل مومنان را به کسب کارشان برکت عطا بفرما. پروردگارا سفرهاشان را به خطر بگردان، غریبان دور از وطنشان در پناه قسمت خود نگهبان باش. پروردگارا اهل مومنان را با نور ایمان منور بگردان. پروردگارا دولت ما را یکی از دولت‌های پیشرفته متمدن متدین قرار بده. پروردگارا دعا و درود ما بنده های پرگناه نالایق که سراپا از جرم گناه پاک نیستیم مقبول درگاه خویش بگردان. پروردگارا خیر احسان ای برادر مانا، ای خاندان مانس قبر کفارت گناهاشان بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و عذاب القبر و